این برنامه استنداپ است و من برنده آن زرینه رحیمی. پشت این کادر همکاری من کارگردان و تهیه‌گری برنامه دلوار سلطانی می‌ایستد. حالا ما قرار کردیم که درباره یکی از موضوعهای مهم و خیلی جدی حرف بزنیم. دیابت قند. همین بیماریه که بعضی ها فکر میکنن که اگر دوام روز یک کمی شکر زیاد شد چی میشود؟ اما واقعیت تماما دیگر است. اول اینکه وابستگی به آن پیدا می شود. یعنی اگر همین کلمه کمی در دوام یک هفته ادامه کند ما علاقه وابسته از شیرینی می شویم و بعدا طبیعی است که ما وابسته شدیم دل کندن از آن مشکل می شود و اگر دل کنده توانستیم علاقه پیامدهای های آن در ارگانیسم ما از خود درک می دهد. که این البته از جرأت ما وابسته است که ما دقتمان رو به این کلمه یعنی جرأت روانه نمی کنیم، زیرا برنامه‌های گذشته درباره آن گفته بودیم و باز هم وقت در این موضوع زیاد می رود. بنابر همین می خواهیم دقت خود را به این بیماری یعنی دیابت قند روانه کنیم. اول می خواهیم بدانیم که این بیماری چیست. میدونم این عباره برای هر یک شما آشناست ولی ما آن را از نگاهی علمی و طبی شرح دادنیم. دیابت این بیماری است که مقدار قند در خون بلند می شود. سبب بدن انسولین را یا کم استحصال می کند یا عموماً استفاده برده نمی تواند. اکنون سوال انسولین چیست؟ انسولین یک گرمان است و آن به حجره ها کمک می کند که قند را به انرژی تبدیل دهند. اگر آن خوب کار نکند قند در خون باقی می ماند. اکنون سوال چرا آدمان گرفتار دیابت می شوند؟ دلوار چرا؟ سبب ها بسیارند. خب یعنی مثلا ارثیات میتواند باشد. یعنی اگر در اولیه اون کس گرفتار این بیماری شده باشد. فربهی، کم حرکتی، خب غذای نادرست مثل شکر، روغن، فست فود، استرس ها. بله بنابر همین هم تو نشسته باشی و شیرینی بخوری و گویی که حالا جوانم هیچ گپی ندارد احتیاط کن. دیابت از تو نمیپرسد که تو چند ساله‌ای. در واقع تو چند ساله‌ای؟ از موضوع دور رفتیم. آخر من غم سلامتی تو را میخورم همکاری عزیز. از من دیده تو زیادتر شیرینی میخوری. پس کی باید غمی کی را بخورد؟ درست. پس بیایید ادامه میدیم. یکی از تاثیرهای جدی بیماری میتواند به چشم باشد. یعنی دیابت قند میتواند به سطح بینایش چشم تاثیر رساند و بینایش را به مراتب کاهش ببرد و حتی اگر آن نظارت نشود میتواند به نابینایی آورده رساند. بنابراین گرفتاران بیماری دیابت قند همیشه باید چشمهایشان را تشخیص بدهند. و یک چیز دیگر شما مشاهده کرده اید که زخم ها در بدن گرفتاران این نوع بیماری دیر صحت می شوند حتی اگر آن زخم خیلی کوچک باشد. سبب گردش سست خون در بدن است. بنابراین گرفتاران این بیماری باید خیلی احتیاطکار باشند، مخصوصا پایهایشان را خوب نگاه بدارند. دیابت قند به دل نیز علاقه‌مند است. یعنی دیابت قند خطر به گرفتاری به بیماری‌های دل و رگ‌ها را نیز در پی دارد. بنابر همین هم گفتنیم که دیابت تنها قند نیست، آن تمامی بدن است. اما تنها شیرینی گناهکار نیست. بسیاری ها فکر میکنند که تنها شیرینی به قند تبدیل می‌یابد، اما حقیقت کمی مرکب‌تر است. مثلا نان، برنج، کارتوشکا میتواند به قند تبدیل یابد. ورزش نیز مثل دارو طبابت میکند. پس چرا تو نشستی؟ آخه من بیمار نیستم که. به هر صورت 30 دقیقه پیاده‌گردی در یک روز میتواند سطح قند را به مراتب پایین ببرد. یعنی ورزش میتواند مثل دارو طبابت کند. دیابت بیماری نو نیست. آن را هنوز از زمانهای قدیم میشناختند. مثلا عصرهای دو طبیبان پی بردند که پیشاب بعضی از آدمان شیرین است. کمی عجیب صدا می‌دهد ولی آن زمان همین طور تشخیص می‌کردند. دیابت از کلمه یونانی سرچشمه می‌گیرد و آن معنای گذشتن است. یعنی مایع از بدن زود تلف می‌شود. حالا یک روزی تاریخ به این نوع بیماری بخشیده شده است. عمیق‌ترش روزی مبارزه بر ضد بیماری‌های دیابت قند. این سنه سر سال 1999 همه ساله 14 نوامبر قید کرده می شود. هدفش مبارزه بر ضد این بیماری است که سال تا سال در سیاره زیاد می شود. حالا از تاریخ اولین دارو انسولین برایتان قصه می کنیم. سال 1922 در کانادا متخصص جوان فردریک بانتینگ پسرچه 14 ساله را که از بیماری دیابت قند اذیت می کشید از مرگ نجات داد.
یعنی او انسولین را به بدن این پسرچه وارد کرد. همین طور بعد با موفقیت انجام یافتن این تجربه سال 1923 الک انسولین در شکل دارو از استحصالات برآمد. یعنی اختراع بانتینگ و همکسب او چارلز بیست در عصر 20 موفق ترین دستاورد عصر نامیده شد. همین طور این متخصص جوان کانادا با این اختراعش با جایزه نوبل سرفراز گردانیده شد. زیرا که تا این زمان، یعنی تا زمانی که انسولین اختراع شد، نفرانی که گرفتاری همین بیماری میشدن نه تنها امیدشان از صحت شدن از دست میرفت، حتی آنها معنای زندگیشان را گم میکردند و انتظار آن بودند که مرگ به سراغشان میآید. حالا باشد طب خیلی پیشرفته است. ما داریم تحلیل ها، داروها، انسولین و حتی ما دستگاه های داریم که سطح قند را به طریق آنلاین نشان میدهد. اکنون کمی از رقم ها. طبق حسابات های آماری سال 2024-2025 حالا در جهان بیشتر از 800 میلیون نفر گرفتار بیماری دیابت قند است. گرفتاران این بیماری در کشورهای خیتای، هندوستان، ایالات متحده آمریکا و پاکستان نسبتاً زیاد است. ولی متاسفانه در کشور ما نیز این بیماری سال تا سال زیاد شده ایستاده است. اگرچه در گذشته دیابت قند را بیماری کلانسالان میگفتند، حالا باشد این بیماری در میان کودکان و جوانان نیز پهن شده ایستاده است. اکنون سؤال مهم: دیابت چه نوع می شود؟ دو نوع، نوع یکم و نوع دوم. با نوع یکم بیشتر کودکان و جوانان گرفتار می شوند. در این حالت بدن عموما انسولین ندارند و گرفتاران این نوع بیماری مجبور می شوند که انسولین را به طور صنعی گیرند. نوع دوم بیشتر پهن شده است، یعنی در این حالت بدن انسولین دارد ولی آن را درست استفاده کرده نمی تواند. یعنی این از زندگی ما وابستگی دارد. اگر راستش را گویم به این ما هم سبب شده می توانیم، یعنی ریجه را درست استفاده نمی کنیم. اکنون نشانه ها چطور ما فهمیم که دیابت داریم یا نه؟ یکم، تشنگی زیاد. دوم، پیشاب کنی زیاد. سوم، خستگی و چهارم، کم شدن وزن به سبب. پنجم، خشک شدن پوست و ششم، دیر شفا یافتن زخم ها. اگر این علامت ها را در ارگانیسمت ببینی، بهترش دکتر را نیز ببینی. حالا بیایید در این باره گپ میزنیم. دیابت تبابت می شود؟ نوع یکم نه، اما نظارت می شود. نوع دوم با پرهیز، ورزش و داروها، حتی گرفتاران این نوع بیماری می توانند قند خود را به واسطه پرهیز به حالت مقرری برگردانند. یعنی دیابت قند این حکم قتل نیست، این آگاهی است. آگاهی ارگانیسم و هوش ما. اکنون قسمت جالب، پیشگیری. چی باید کرد که با دیابت قند گرفتار نشوید؟ یکم، کمتر شکر و شیرینی بخورید. میدانم حسنی که به من داخل دارد، فهمیدم. دوم، زیادتر حرکت کنید. اینش به تو داخل دارد. و باز وزن خود را نظارت کنید، سبزیجات و میوه‌جات زیادتر استعمال کنید، استرس را کمتر کنید. در این حالت دیابت به شما تهدید نمی کند. بعضی‌ها میگویند که من به شیرینی زندگی کردن نمیتوانم، پس دیابت نیز به تو زندگی نمی کند. بعضی‌ها وقتی میفهمند که دیابت قند دارند، آزرده خاطر میشوند، زندگیشان معنایش را گم میکنند، امیدشان را از دست میدهند. حال آنکه گرفتاران این بیماری میتوانند زندگی پررو و کامل داشته باشند، از موفقیت‌های نو به نوع خود استقبال کنند. یعنی گفتنیم که گرفتاران این بیماری عمر دراز میبینند. پس این مسئله تنها بیماری نیست، بلکه مناسبت ما به آن است. یعنی از آن وابسته است که ما با این بیماری چگونه مناسبت میکنیم. خلاصه بیماری دیابت قند این بیماری جدی است، ولی اداره شونده. اگر ما طرز حیاتی سالم را انتخاب کنیم، می توانیم خود را حفظ کنیم و الکی گرفتار آن باشیم، می توانیم آن را نظارت کنیم. در آخر نسبت سلامتی خود بی‌پروا نباشید، زیرا میگویند سلامتی هر یکی ما در دست خود ماست.